زادگاه رژیم صهیونیستی. روز قدس سال 2022. من با دوستان عزیزان در غزه و جاهای دیگه رابطه دارم. اثری که رو اونا داره واقعا اصلا نمیشه شماره کرد. مردم اونجا وقتی میبینن ماها در انگلیس اومدیم به این صورت وایسادیم برای حق اونها، واقعا یک دلگرمی بهشون میده که اصلا واقعا نمیشه شمرد. روز ارج نهادن به مقاومت و اجتماع آزادیخواهان و عدالت‌طلبان علیه اشغالگران صهیونیست. اسرائیل فلسطین رو بدون فلسطینیان میخواد. مقاومت اساس کار مبارزه برای رهایی فلسطینه. اما ما مردم جهان هم وظیفه داریم با راهپیمایی و تحریم کالاهای اسرائیلی به مسئولیت انسانی خودمون در قبال فلسطین عمل کنیم. روز یاد امام خمینی و پاسداشت میراث ایشان. روز وحدت و همدلی پیروان همه ادیان برای تحقق آرمان فلسطین. ما اومدیم تا برای فلسطینیان عدالت و آزادی بخوایم. صهیونیست‌ها علیه حامیان فلسطین خیلی تلاش می‌کنند، اما همیشه برتری با حقیقته. روز قدس، روز شکست سیاست کهنه صهیونیست‌ها که هر گونه مخالفت با جنایات آنان را اقدام علیه یهودیان جلوه می‌دهد. یهودیای واقعی کاملا با اسرائیل اشغالگر و جنایاتش مخالفند. یهودی‌ها کاملا با صهیونیست‌ها فرق دارند. صهیونیست‌ها دین یهود رو به گروگان گرفتند تا خودشونو نماینده یهودی‌ها جا بزنند. ما اومدیم بگیم از صهیونیست‌ها بیزاریم. روز با آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی به دست روحانیان یهودی در قلب سیاسی لندن. روز یادآوری مسئولیت همه انسان‌ها در عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی. حمایت ما از فلسطین مبارزه با میراث امپریالیسم بریتانیاست. اسرائیل زاده بزرگترین نظام استعماری است که حالا قدرت امپراتوریش از بین رفته، اما حمایتش از رژیم اسرائیل همچنان پابرجاست. روز تکرار سکوت و سانسور رسانه‌های غربی. واقعا شرم‌آوره که راهپیمایی هر سال حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات اسرائیل با سکوت و سانسور رسانه‌های غربی به ویژه در انگلیس مواجهه. نخستین روز قدس قرن جدید خورشیدی با انزوای بیشتر رژیم اشغالگر قدس. روز حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در میدان دفاع از آرمان رهایی بیت المقدس. روز اعتراض به هر گونه خیانت به آرمان فلسطین و سازش با رژیم صهیونیستی. هیچ انسان عرب یا غیر عرب و هیچ مسلمان واقعی امکان نداره با ادامه اشغال فلسطین موافق باشه. راهپیمایی روز جهانی قدس در انگلیس که سالهاست در این کشور با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های مختلف برگزار میشه، بزرگترین راهپیمایی ضد صهیونیستی در غرب ارزیابی شده. این راهپیمایی بیشتر خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته، چرا که مصمم‌تر از گذشته فریاد رهایی قدس و آزادی سرزمین‌های فلسطین مطالبه شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.